قاعده 138 مفهوم بحث بفهمیم. بحث در لغت به معنای احیا یا زنده نمودن و در اصطلاح بحث چی رو میگن؟ زنده نمودن مرده ها در روز قیامت و بیرون کردن آنها از قبرهایشان است. یعنی بحث میره میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، الله میگه باز شما را مبعوث میکنیم بعد از مرگتان. خب این حال کسایی که آیات قرآن رو میفهمن مشکل برشان حل است که انسان یک دفعه زنده میشه در قبر، روحش است، همراهش سوال و جوابی گپا میشه، باز در نفخه اول انسان ها کلشان میمیرن، هیچ کسی نمی باشه، در نفخه آخری رومی باز پس کلگی زنده میشن. عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال بین النفختین 40. یعنی ما که گفتیم ثم گفتیم ولی تشریح میکنیم معنای ثم را اینجا. ثم نفخه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بین نفختین 40، در بین دو نفخ 40 هست. قالوا یا ابا هریره 40 یوما قال ابیت. برش گفتن که ابو هریره تو خود صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 خالی گفت که 40 منظور 40 روز است؟ ابو هریره گفت نمیفهمم. قالوا 40 سنه قال ابیت، نمیفهمم. 40 سال است؟ قالوا 40 شهرا، 40 ماه است؟ قال ابیت. فهمیدین یعنی؟ پس حدیث متفق علیه است. و یبلا کل شیء من الانسان، و وقتی که انسان میمیره میگه تمام وجود انسان چی میشه؟ از بین میره الا عجب الذنب. عجب الذنب، عجب الذنب یک اصطلاح هست، این در طب هم استعمال میشه، در طب عرب ها اصطلاحی است که در وجود انسان یک حجره میگین، یک مخلوق میگین، حال استعمال زیادتر حجره میگین، یک حجره ای است که به نام عجب الذنب یاد میشه. ایچ کمال داره؟ فیه یرکب الخلق، این مخلوقات میگه کلی چیزا وقتی که انسان ها میمره یا در آتش میسوزه یا خاکی را از بین میبره و یبلا کل شیء من الانسان، تمام اعضای بدن انسان چی میشه؟ از بین میره. یک چیز از انسان میمونه که او عجب الذنب است. امی حجره نه توسط آب سوخته میسوزه نه توسط خاک از بین میره، این در امی فضا در امی طبیعت میباشه. فیه یرکب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء. در وقت بحث که است چیست؟ الله سبحانه تعالی از آسمان آب چی میکنه؟ نازل میکنه. فینبتون کما ینبت البقلو، میگه پس هم انسان ها خود دوباره نبات واره میخیزن، مثل که شما یک گندم در زمین میپرتین و باز همین سبزی ازی نودی ازی باز چی میشه؟ یک نبات سبز میکنن. پس انسان ها هم وقتی که یک انسان میسوزه یا یک انسان غرق میشه یا انسان ماهی ها میخورش یا انسان چی؟ اینمی عجب الذنب که عبارت از یک حجره است که غالبا بعضی از علما یک وقت سریع تحقیق کردن گفتن این قسمت بیخ کمر انسان هست، والله اعلم اینجا گفتن هست. و اینمی حجره توسط چیزا از بین نمیره، بازی در زمین میباشه و وقتی که آب نازل میشه به قدرت الله انسان ها مثل که خوشه گندم از یک دانه گندم میروه، انسان ها هم از اینمی عجب الذنب چی میشه؟ مثل نبات وارد استاد میشه. فاذا هم قیام ینظرون. قاعده ایده تحقیق کردن بعض علما، مثل علمای چین بود یا ژاپن بود، یک از بحثا مخوانم که
مثل که ما و شما میبینیم که قسم تکه هست به نام تکه ناسوز میگن یا لین ناسوز میگن، میگیره که نمیسوزه. همه عجب الظن به همین چیز است که توسط خاک و توسط آب و توسط آتش از بین نمیره.